شبی مصطفی بود و چندی مدور به گفت جان فدایت کنم رسول او که ناگه علی آمد از درد و خون به پایش بلند شد آنجا رسول بترسیده شد از قبول علی برفته به پشت عبای نبی گفتا پیامبر به چن شرور شناسی علی را مگر از ظهور به گفتا پیامبر ببخشی مرا زمانی که روح نبی مبتلا به طوفان و باد و به خشم خدا به او کردم هر دمی من جفا به کشتی او ضربه ها می زدم صبورش حضورم در آنجا عدم موفق شدم گوشه ای بشکنم که ناگه گل گرفت تمام تنم علی روی عرشه به من سر بزد که دستم جدا شد از آنجا به من